اگه بهت بگم یه لیوان خرسی استارباکس باعث شده مردم نصف شب جلوش کمپ بزنن، دعوا بشه، در رو بشکنن و حتی پلیس وارد ماجرا بشه، باور میکنی؟ چی؟ 3 تا اصطلاح هم توی همین ریل یاد میگیری. ماجرا از یه لیوان شیشه خرسی بامزه شروع شد، همونجور که استارباکس هر سال یه چیزی برای تعطیلات معرفی میکنه. ولی این یکی فرق داره. توی تیک تاک همه شروع کردن پست گذاشتن و ظرف چند ساعت کل فید پر شد از ویدیوهایی با کپشنایی مثل همین الانش هم سولد اوت شده و تموم شده. این برند هم خب دقیقا همینو میخواست، حس این که اگه الان نگیرم دیگه هیچ وقت گیرم نمیاد رو کاش تو ذهن مردم و صفهای شبانه جلو استارباکس شکل گرفتن. بعضی از ساعت 3 صبح اونجا بودن و آخرش فهمیدن کارمندا خودشون زودتر همه لیوانا رو برداشتن که به دعوا ختم شد. بقیه لیوانا هم توی مارکت پلیس با قیمت چند برابر حتی تا $300 فروخته می شدن. همه اینا فقط یه نتیجه داشت، یه کیاس کامل یا همون هرج و مرج. ولی پشت این لیوان یه داستان بزرگتر بود. conformity، یعنی همرنگی با جمع. وقتی میبینیم همه یه چیزی رو میخوان، مغزمون میگه شاید منم باید داشته باشمش. همین باعث میشه یه چیزی که توی قفسه یه مغازه معمولی حتی نگاش هم نمی‌کردیم ناگهان بشه a must have، یه چیزی که حتما باید داشته باشیمش. استارباکس دقیقاً از همین ترس از جا موندن یا همون فومو استفاده کرد. آخرش مردم برای یه لیوان معمولی تا دم در مغازه تو سرما صف کشیدن، نه چون واقعا بهش نیاز داشتن، بلکه چون نمیخواستن تنها کسی باشن که اون رو نداره.